سلام خدمت همراهان عزیز کولاکس. این ویدیو توسط تیم کولاکس برای شما عزیزان تهیه و آماده شده. در این ویدیو می‌خوایم نحوه کار با کیت شستشو یا فلاشینگ سیستم تهویه و کولر خودرو رو به شما عزیزان آموزش بدیم. اول از همه یک کیت شستشو تهیه می‌کنیم و سعی می‌کنیم اون رو با مایع شستشوی مخصوص یا هر مایع شستشویی که شما اطلاع دارید مثل توزن پر کنید. معمولاً تا 1/3 مخزن رو مایع شستشو می‌ریزیم. بعد از اینکه مخزن رو پر کردیم، در مخزن رو می‌بندیم و اون رو آماده می‌کنیم برای اتصال به کمپرسور هوا. قبل از اتصال به کمپرسور هوا، شیر بالای مخزن رو حتماً ببندید. بعد از اینکه نازل هوا رو به مخزن وصل کردیم، میتونید به آرامی شیر مخزن رو باز کنید و سیکل رو شستشو بدید. قبل از اینکه عملیات فلاشینگ رو شروع کنیم، یک توضیح مختصر بدم بهتون. اینجا توی این سیکل تهویه من شیر پی او ای و شیر انبساط رو از سیکل جدا کردم و تنها مسیر اواپراتور و کندنسور و لاین ها رو میتونیم به وسیله این مایع یا مخزن فلاشینگ شستشو بدیم. شیلنگ هوا رو وصل می‌کنیم به مخزن فلاشینگ و شیر بالای مخزن فلاشینگ رو باز می‌کنیم. تفنگ فلاشینگ رو برمی‌داریم و ورودی لاینمون قرار میدیم و با آرومی اون رو فشار میدیم تا مایع همراه با فشار هوا وارد سیکل بشه. قبل از شروع فلاش کردن حتما از دستکش و عینک محافظ استفاده کنید. مخزن فلاشینگ رو به باتری ماشین نزدیک نکنید. Once it's cleared, then we can chase it through with air. Just let the air flow through it. به صورت نرمال من خودم این عملیات رو 3 بار انجام میدم تا خیالم راحت بشه لاین از آلودگی و کثیفی کاملا پاک شده باشه. نحوه جدا کردن مخزن به این شکله که اول شیلنگ هوا رو از مخزن جدا میکنیم، بعد شیر مخزن رو باز میکنیم تا فشار هوا از روی مخزن برداشته بشه و سپس در مخزن رو باز میکنیم. امیدوارم توی این ویدیو نحوه کار با کیت فلاشینگ رو به خوبی یاد گرفته باشید. موارد ایمنی رو فراموش نکنید.